هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قاعده دوم جهت تزکیه نفس این دعا هست و بدون شک دعا از بزرگترین اسلحه یک مؤمن و یک مسلمان است که مفتاح تزکیه است یا که مفتاح زکات النفوس است، کلید پاکی نفس است. انسان به توسط دعا به الله عزوجل در حقیقت نزدیک می شود. چیزی را که انسان به دست الله است نمیتواند را بگیرد، مثل توفیق، چون خیرها زیاد هستند، مثل نماز، روزه، زکات، حج، ذکر، اینها زیاد هستند، اما انسان اینها را نمیتواند به دست بیاورد. اینها به دست الله عزوجل به توفیق الله هستند، اما به توسط دعا میتواند. پس از اینجا معلوم میشود که دعا بزرگترین اسلحه یک مؤمن است. در حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و میفرماید که لیس شیء اکرم علی الله عزوجل من الدعاء. هیچ چیزی پیش الله عزوجل گرامی‌تر نیست. لیس شیء اکرم علی الله عزوجل من الدعاء. هیچ چیزی گرامی‌تر نیست به الله عزوجل از دعا. یعنی دعا از همه چیزهایی است که پیش الله عزوجل گرامی‌تر است. پس دعا خودش افضل ترین عبادت است نزد الله عزوجل. به خاطر چی؟ به خاطر که در دعا اظهار عجز است، اظهار شکسته حالی است، اظهار ذلیلی در پیش الله عزوجل است که این از مهمترین مقصدهای عبادت برای الله عزوجل است. حتی ببینیم که از سلف ثابت است، مثل از عمر بن خطاب، که ما مسئول نیستیم، که مسئول حمل اجابت دعا نیستیم، بلکه اجابت دعا در دست الله عزوجل است. اما من و شما امر شدگی هستیم که دعا بکنیم. الله عزوجل خودش گفتگی هستند که و اذا سألك عبادي عني فاني قريب. وقتی که بندگان من از من دعا میکنن، من با اونها قریب هستم. اجیب دعوت الداعی اذا دعان. من دعای بندگان من را اجابت میکنم وقتی که من را دعا بکنن. و همچنین الله عزوجل میفرماید که وقال ربكم ادعوني استجب لكم. یعنی الله عزوجل میفرماید که ادعوني، من را بخوانید، استجب لكم. ان الذين يستكبرون عن عبادتي، کسانی که تکبر میکنن از عبادت من، سيدخلون جهنم داخلين، اینها به زودی داخل جهنم میشه، در حال رسوایی داخل جهنم میشه. پس ببین که الله عزوجل دعا را عبادت ذکر کرد. الله عزوجل دعا را عبادت ذکر کرد. چگونه؟ فرمود که وقال ربكم ادعوني استجب لكم. رب شما گفت که مرا دعا بکنید، من اجابت میکنم. و باز فرمود که ان الذين يستكبرون عن عبادتي، دیگه نام دعا را ذکر نکرد، بلکه دعا را نامش عبادت ذکر کرد. پس از اینجا معلوم میشه که دعا این خودش از بزرگترین عبادت است. یعنی انسان امیت باید که دقت داشته باشد که وقتی تو دعا میکنی بگذار که دعات قبول نشود، اما این خودش یک افتخار و یک توفیق عظیم و بزرگ است که انسان الله عزوجل دعا میکند و خودش را شکسته حال میگیرد، پیش الله عزوجل راز و نیاز میکند و به الله عزوجل درچ میگد. این خودش از بزرگترین مقصدهای عبادت است. همین خودش، همین که انسان خودش پیش الله شکسته حال میگیرد، خودش پیش الله عزوجل خیر ذلیل میگیرد، همین خودش چی است؟ همین خودش یک نعمت عظیم است، همین خودش عبادت است. حالا اینکه اون دعا قبول میشه نمیشه او یک مسئله دیگر است. بله، پس انسان به توسط دعا هست که انسان چیکار میکند؟ چون که شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله برای که از نفرهای وصیت کردن که فرمودن که الدعاء مفتاح كل خیر، دعا کلید تمام خیر است. انسان به توسط دعا اینه که به تمام چیزها کلمات میرسد. بله، دعای پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله که در صحیح مسلم ذکر میشود، اللهم آت نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. روایت مسلم است که پیامبر اکرم دعا میکنند که بار الها آت نفسي تقواها، برای نفس من تقوا بده، وزكيها أنت خير من زكاها، بار الها نفس من را تزکیه بکن و پاک بکن، تو بهترین کسی هستی که نفس را پاک و تزکیه میکنی. أنت وليها ومولاها، بار الها تو ولی این نفس هستی و مولای و کمک کننده این نفس هستی. بار الها پس این نفس من را چیکار کنم؟ پاک. پس ببین این دعای رسول صلی الله علیه و سلم برای تزکیه نفس، یا که دعای پیامبر صلی الله علیه و سلم اللهم انی اسالک الهدى والتقى والعفاف والغنى. بار الها از تو سوال میکنم تقوا را و
از تو سوال میکنم هدایت را و از تو سوال میکنم عفاف و پاکدامنی را و از تو سوال میکنم غنا و بی‌نیازی را که من فقط نیازمند تو باشم. پس این 4 چیز است که یک و این 2 هدایت، دوم تقوا و سوم عفاف و عفاف و این غنا. یعنی این 4 از اسباب سعادتمندی و توفیق بنده که برای هر کسی اگر نصیب شد هدایت که نعمت عظیم است. من یهده الله فلا مضل له، کسی که الله هدایت و هیچ گمراه کسی گمراه نمی‌کند. تقوا است. واتقوا الله و يعلمكم الله. شما سوال میکنید چگونه علم بگیریم؟ علم چگونه بگیریم؟ الله خودش در سوره بقره در آخری یک صفحه مونده در آخرش الله جواب میده که علم تقوا میکنه، علم میگیرید. واتقوا الله، الله میگه از الله بترسید و يعلمكم الله، الله شما تعلیم میده. الله شما را تعلیم میده. تقوا چی میگن؟ اصل تقوا اینا میگن که انسان اوامری گفته الله را انجام میدهد و اوامری دستورات رسول صلی الله علیه و انجام میدهد و هر آنچه که الله و رسول نهی کرده از او اجتناب میکرد. اینا میگن تقوا. اصل تقوا این است. نه اینکه انسان کثرت نوافل بخواند بیاد مخالفت گفته الله بکند، مخالفت گفته رسول صلی الله علیه و بکند. این نیست. این کسی که تقوا را میگن این تقوا نیست. بلکه شاید که این درجه کمالیت تقوا باشد، اما اصل تقوا این اوامر و گفته‌های الله و رسول انجام میدهد و هر آنچه که الله و رسول نهی گفته از اون اجتناب میکند. اینا میگن تقوا. و عفاف، عفاف و پاکدامنی چه نعمت عظیم است که یک نفر دارای این عفاف و پاکدامنی باشد. چیزن و غنا و بی‌نیازی که انسان هیچ وقت طمع با کسی دیگر نداشته باشد. یعنی هر کسی که اگر همین نعمت الله براش نصیب کرده پس این نعمت خیلی عظیم و بزرگ است که با هیچ کسی، با مال یک کسی دیگری، با هیچ چیز یک کسی دیگری طمع ندارد، بی‌نیازی، فقط تنها به الله عزوجل. این از کمالیت‌های اخلاص و همون توکل هستند که انسان فقط به الله عزوجل توکل میکرد. و دعای پیامبر صلی الله علیه و آله یا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، یا دیگر یاد میکنه یا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك، که ای دیگر گم کننده قلب‌ها ثابت نگاه دار قلب من رو بر دینت، یا که ثابت نگاه دار قلب من رو بر طاعتت. پس این آیات ها همشون چی هستند؟ بیانگر این هستند که دعا این مفتاح و این کلید پاکی نفس ها است. و دیگر این که باید یک چیز متوجه باشیم که او همین است که بل الله یزکی. پس تزکیه از طرف کی است؟ از طرف الله عزوجل است. به اون خاطر است که پیامبر دعا میکنند که اللهم آت نفسی تقواها و زکیها انت خیر من زکاها ولولا فضل الله علیکم و رحمته ما زکا منکم من احد ابدا. اگر فضل الله عزوجل بر شما نمی‌بود و رحمت الله نمی‌بود هیچ جا که از شما را الله عزوجل پاک نمی‌کرد هرگز. ولكن الله یزکی من یشاء، ولكن الله هر کسی را که بخواهد او را تزکیه میکند. در سوره نور این ذکر شده است. ولولا فضل الله علیکم و رحمته لاتبعتم الشیطان الا قلیلا. اگر فضل الله و کرم الله نمی‌بود شما شیطان را حتما پیروی می‌کردید. انسان همیشه تمام کاری که انجام می‌دهد عبادت ها او را به الله عزوجل وادار بکند که این فضل الله است که او را به الله عزوجل نسبت بدهد که این فضل الله است. ما چون کلام بیان کردیم در سوره کهف هم که آیاتی که سوره کهف است که وقتی که ذوالقرنین وقتی که آمد اون یک تعداد به نام یعجوج و معجوج بدن، اونها شکایت کردن، یک تعداد از یعجوج و معجوج شکایت کردن که اینها همه زمین فساد کرده هستند، بیاین اینها را از اینجا دور بکن. کمک طلب کرده بودن از ذوالقرنین. بعد وقتی که ذوالقرنین با اون تعداد از اون قوم اونها را از شر یعجوج و معجوج اونها را نجات داد و همون راه دروازه را محکم کرد، براشون دیوار محکم کرد. بعد در آخر چی گفت؟ با وجودی که الله برای ذوالقرنین یک قوه بزرگ داده بود، گفت که قال هذا رحمت من ربی، این یک رحمتی است از جانب رب. این بعضی وقتا این رد به اون کسان است که بعضی وقتا انسان یک کاری خوب انجام میدهد میگه من کردم، این من بودم که این کار کردم، در حالی که همین گپش سبب میشود که الله را دیگه همین توفیق از او میگیرد. بلکه باید برعکس انسان باید که همش بگه که هذا فضل من ربی، این یک فضل از جانب رب من است که با فضل الله این کار من انجام دادم. الله خودش میگه اگر فضل الله نمیداد شما را هیچ کس پاک نمیکرد، هیچ جا که از شما پاک نمیشید. اگر فضل الله و رحمت الله نمیداد شما حتما شیطان چیکار میکردید؟ پیروی میکردید. عبدالله بن عباس در تفسیر همین آیات ولولا فضل الله علیکم و رحمته ما زکا منکم ذکر میکرد که یعنی که اگر فضل الله عزوجل و هدایت الله عزوجل برای همین مخلوقات و بندگانش نباشد انسان نمیتواند که هیچ از خیر نفع بگیرد و یا اینکه نمیتواند که تقوی را انجام بده، یا که نمیتواند که خودش را از یک شر پرهیز بکند و بر حذر بدارد نفسش را. اگر فضل الله نباشد و رحمت الله نباشد عبدالله بن عباس میگه که انسان نمیتواند که یک کار عملی خوبی را نه انجام بدهد نه از یک کاری بد خودش را دوری بکند، نمیتواند. این همش به فضل الله عزوجل است. بله. و همچنین
برا رضی الله عنه میفرماد که وقتی که در جنگ احزاب رسول اکرم صلی الله علیه و آله و همراه ما همون خاکار و همون خاکار میگه وقتی که چیکار میکردن نقل میکردن و هر طرف میبردن یوردن میکردن همون کار همیشه را میخوندن پیامبر والله لولا الله ما اهتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا اگر والله میگه اگر الله نباشد میگه نما هدایت میشیدیم نما صدقه میکردیم نما نماز میخوندیم والله لولا الله ما اهتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا. بله و این است مختصرا در رابطه با مسئله این که دعا از بزرگترین کلید تزکیه نفس هست و الله عز وجل برای هر یک من شما توفیق بدهد. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.